سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با پارت یک معرفی وسایل ماینکرافت. این پارت درختا. خب اولین درخت، این درخت، دومین درخت اسپروس. بله این شکله، میبینید. درخت سوم بریچ. بله این شکله، این چوبای سفیده. درخت چهار واسه بایوم جنگله که واقعا خوشگله بایوم جنگل. درخت پنجم آکوپیا فکر کنم باشه اسمش، که خیلی هم خوشگله. دارکوک که یه دونش نمیشه، باید 4 تا کنار هم بذاریم تا بتونه رشد کنه، که یکی از درختای مورد علاقه منه. و آخرین منگروف که اینقدر خوشگله. و مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی و پارت دوم، خدا نگهدار.